آیا میدونستید اولین زیردریایی جهان چه زمانی اختراع شد؟ در سال 1620 کورنلیوس دربل، مهندس و مخترع هلندی، برای نیروی دریایی سلطنتی انگلستان اولین زیردریایی قابل هدایت جهان را ساخت. این زیردریایی با ساختاری چوبی و پوششی از چرم طراحی شده بود. بین سالهای 1620 تا 1624 دربل 3 مدل از این زیردریایی را ساخت که هر کدوم بزرگتر و پیشرفته‌تر از مدل قبلی بودند. آخرین مدل 6 پارو داشت و میتوانست 16 نفر را حمل کند. این وسیله توانست 3 ساعت زیر آب بماند و در حالی که در عمقی بین 4 تا 5 متر حرکت می‌کرد از وستمینستر به گرینویچ رفته و بازگردد. دربل حتی شاه جیمز اول را در این زیردریایی به یک آزمایش غواصی در زیر رودخانه تیمز برد و بدین ترتیب شاه جیمز اول نخستین پادشاهی شد که سفری زیرآبی را تجربه می‌کرد. با این حال این اختراع شگفت‌انگیز هیچگاه در جنگ مورد استفاده قرار نگرفت و نتوانست توجه کافی را جلب کند. اگر از این مطلب خوشتون اومد حتما ما رو همراهی کنید.